برای بیننده ها در سراسر دنیا نشون میدیم که هر موجوداتی که خدا خلق کرد و نفع انسان ها هست که چی داروهایی از اینا ساخته می شود که بعداً من به شما اونا را معرفی میکنم. بسم الله الرحمن. دکتر صاحب یک جگه کی چیز کو که بسیار ترسناک است. خب حالا من این عقربا را به تعداد بسیار کم است اینجا پیش رود میمانم. دو تا از این بردار به بیننده ها نشان بده که تو شجاعت یک دختر افغان در مقابل این همه جمعیت بیننده در سراسر دنیا و تو امو شجاعتت نشون بده. دو تا را نشان بده که هفته دیگه ما ببینیم تو چه کار میکنی. قدرمن لیدونکو خدای دې وکړي چې جوړه ساتمن واوسئ د سالار میډیا ټول علاقمندانو بیا هم زه خپلې نیکې هیلې تاسو ته ډالۍ کوم. نن د ډېره بختور ورځ ده او ډېره خوشحاله یم چې داسې کسان سره زه دلته ناست یم چې موږ ته ډېره نایاب ده او بیا مې هم اول وار مې مور ته وویله بیا هم وایم چې 2 هفتې کېدله چې موږ دې دغه مشرانو ته البته مونږ وخت نیولی وو او نوبت نیولی وو تر څو چې مونږ کامیاب سولو ورسېدو دې ته چې دوی سره کینو او لږه غونډه او لږه هم ښې برنامې ولرو او مونږ سره اوسئ او دوی غواړو چې زه غواړم چې د دوی نه چې دا خپله ځان معرفي کړي. خب دوستای عزیز، بزرگوارایی که در کنار ما شیشتن البته گوهر نایاب سرزمین نازنین افغانستان ما هستند که میخوایم از زبان پر از محبت و بزرگواریشان خود معرفی کنند. خب دکتر بزرگوار منتظرتان هستیم، شما هم معرفی کنیم و حاجی صاحب بزرگوار همچنان. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی دکتر محمد شهزاد از ولایت پروان، متخصص 2 امراض در همه دنیا، از 41 کشور مریض داریم، اپیلپسی و ویتلیگو، و مؤلف 11 کتاب هستم. قربان صاحب. دوستای عزیز نور چشمان، حاجی اکبر زرگر هستم، یکی از زرگرای شهر پروان، ولایت پروان و شهر چارکار. نگفته نمانه که در کنار حاجی صاحب شهزاد که از من از طفلی دوست هستیم و هم برادر هستیم. هیچ اولادای ما فکر نمیکنه که ما برادر هستیم یا برادر خوانده هستیم یا برادر هستیم، حقیقی و خونی هستیم. ما در خدمتتون هستیم. قربانتان، زنده و سلامت باشین. خب دوستای عزیز، نگفته نمانه ما پیشتر یک تایتل از برنامه دکتر صاحب دیدیم که واقعا من خودم هم تعجب کردم و ترسم خوردم و میجم که ششتیم بسیار میترسم. البته دکتر صاحب در بعض بسیار موارد دیگر هم یعنی پیشرفتی داره و همه چیز آگاهی داره که اونا را زبان خودشون میشنویم و نمیخوایم چون من بسیار میترسم. دکتر صاحب تایتل برنامه شما را که ما دیدیم واقعا بسیار یعنی تجربه آور بود، یک شوک‌انگیز بود که مصطفی جان پسرتان دقات چند تا گشت؟ 4000 گشت. ما دیگه نمیتونم گفتش با خودتان. ما اینجا از سال 1351 که 52 سال یا 53 سال می شود یک فارمی را بنا کردیم که تا حالا موجود هست و اولین فارم در سطح آسیا، من نمیدونم در کشورهای اروپایی و امریکایی و استرالیایی، در سطح آسیا اولین فارم من داشتم 53 سال پیش. 53 سال پیش. حال چند سال هست ناجی صاحب؟ من حال دارم 69 سال. 69 سال. نام خدا، خداوند از چشم بد نگاهشان کنه. البته دیگه این در فعلا که موجود داریم گشتم را 50,800 دانه گشتم است، 830 دانه سنگ پشتا هست که با میریم تماشا میکنیم. برای بیننده ها در سراسر دنیا نشون میدیم که هر موجوداتی که خدا خلق کرد و نفع انسان ها هست که چی داروهایی از اینا ساخته می شود که
بعدا من به شما اونا را معرفی میکنم. دکتر صاحب امی گشتم وقتی که مثلا من نمیال دیگه بیخیم که یک رقم بیال میشم امی گزیدن از چی نفع داره و چی مثلا فایده داره؟ اگر سکته قلبی داشته باشی که خدا را شکر داری، عزیزای دل اذیت نروه، سرطان نداشتی که حال داری دیگه، امیدوار هستم که اول 30% گفتن 30% گفتن دکتر صاحب مرا 30% گفتن 30% گفتن 30% خدا 100 بسازدش که از پیش ما پیش از اینکه صحبت کنی دکتر صاحب فهمید که دو چیز در وجود است. خداوند حفظت کنه دیگه. ما بهتر گفتید بخیر بینی از پیش ما. امی رفتن تو ما اسقاط دادنم باید کردیت کارت برای مردم باشه که یک مقدار کردیت بده. این از یادتان نرود دوستا که عاجل به خدا برسانید به جنازه نداریم، کردیت کارت میخوایم بدیم در اسقاطش انشالله که دنیا بخیر میروی، چون این دو تا مرضی که تو داری قابل علاج نیست. سراسر دنیا نیست. سرطان جگر داری و سرطان شش، از جگر به شش سرایت کرده دیگه. انشالله تو میری و ما میمانیم دیگه. امیدوار هستم که ما میریم سال دیگر میاییم بخیر تو میره دیگه. امیدوار هستم که ما همون فرم در تصویر بکشیم که تمام بیننده ها در سراسر دنیا ببینن. دوستای عزیز دل ما آرام نگرفت، باید ما بگویم که جناب دکتر صاحب خیلی مهربان است، مگر گپایی که به همراه هر کس میزنه، خصوصا که خودم که گپ میزنه، ما که طرف کابل یا جای سفر میکنه میگه بچه دستش بالا میکنه میگه که به اندازه موتر متکر کنه که توتای و یکی دیگه ما دفن کنن، توتای ما یکی به دیگه برن واسه شما، یعنی با هم دیگه باشه. این همه تو دوایش سرچپک است. مثل که این همشیره گفت که دختر خانم که میگه که شما دو مرض داری و جور نمیشه، مقصد یکی از شوخی های دکتر صاحب است. قربان شما الان عاجز فکر میکنی که من دو مرض به گفتم این شوخی بود؟ این چشما از این نشون میده که همین دو مرضی داره. سرطان خیلی 3 سال داره، ریشه دوانده. ناگفته نماند دوستا عزیز، چندی سال است که من میگم سال میموری، بازم شکر خدا نزنده است. دکتر صاحب یک نظره میتم منطقه قلبش تو نیست، قلبش خیلی پاک است. یعنی شما میگه زنده باشه؟ او خود دکتر صاحب یک کار دیگه میکنید، یک کار دیگه کار شاور نکرده. اجازه بده خود. یک کار دیگه چی بهتر که مسئولیتش کم است. عزیزای دل یک کار دیگه، خیلی شرط ببندین اردیتون. چه شرط؟ شرط ببندین که خودت بگی کی باید بمره و بگه که نیزنده. تو چی میگی؟ من که از سونزی میبینم یعنی 10 تای ما شما رو میکشه؟ من خواهد پیش از این میمرم. استغفرالله، خدا نکنه. خداوند زودتر ببردت حاجی آقا. من امیدوارم که تو در زمین دست بزنی 4 تا ماهی نبگیری. خدا نکنه. من خواه از خود کده میفهم که عمره کسی دراز است و او شوخی هم کده نام خدا سعی کن که او شاری رو سعی کن. ما شما خود کسی نفهمه، ما شما خود بدبخت شدیم. خدا نکنه. 3 دفعه بدبخت شدیم. خدا نکنه. حالا زن که بگیری بدبخت میشی. حالا من ببین که اولادای من ببین که با 4000 گشتم داره خو میشه. دنیا را تکان داده. دنیا را تکان داده. بدون شک. بیننده های عزیز، در سراسر دنیا شما دیدید که پسر من با 4000 گشتم 12 سالش است. خو شده که باز به شما ما نشان میدیم. وقتی که اینطور هست، این که یک نعمت الهی است که هر کسی بتونه ازدواج کنه. باز حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم دستور داده که ازدواج سنت من سنت باید سنت انجام بدیم. و شما را هم دارم میگم تا اینکه پیش از این که تو را من به کفن بپیچانم باید یک ازدواج بکنید. ما ازدواج ما یک کار دیگه میکنیم خیاجی صاحب. اردیتان امرای ما تاوت بسپارین، کتما کار بکنین. امی چینل که کمک زرپای استاده شد، باز امی کسایی که خواستگار هستن از اونها یک چیز انتخاب میکنن. خودت با مشوره شما اجازه بده. اونا رو پیش ما رو کنید، ما تو را برشون اما تو میکنی. اما تو میکنی. چقدر سن سال او شیر دوماد باشه؟
شیر داماد خود اگر تقریبا از این 25 22 25 گرفته آخری سی. خودت که الان 63 سال داری، او شیر داماد 25 داشته باشه. 25 دارن. هستن به ما مربوط نمیشه. هستن. یا چپک شده. خودی 63 سال داره، داماد 25 ساله میخواد. 25 ساله. البته من نمیخوایم، اونا میخواین. اونا که میخوان البته اولاد از یا پیشینو هستن یا مقصن سالش کلان نیست، بسیار کلان باشه. یعنی میال چند پاچایی ریاد میدی؟ ما نمی آخرای نجیب دیادم میه بس. نه 6 پاچایی تو خودتون با کسایی که میخوایی که وی آخرای نی مجاهدین کامدن. یه دفعه دیگه که مجاهدین کامده هجو 18 سال پوره نشده. خب امیدوارم که ما بتونیم به تمام جهانیان نشان بدیم که ما در صحت هم در 2 بخش در همه دنیا پیش هستیم. البته خوشبختانه از یادتون نروند. اپلپسی و ویتلیگو، لکه های سفید و میرگی ها و آمیانش البته 39,000 مریض داریم که مریضا از تمام کشورها هست، استرالیا، انگلیس، آلمان، فرانسه، آسیای میانه، یه همسایه‌های دوروبر ما، حتی 5 مریض در کشور چین من دارم. دیگه امیدوار هستم که همی 149 کشور در تسخیر خود ما بگیریم. قربانت بدون شک عزیزای دل، ناگفته نمانیم که یک جای خوشبختی است و ما بعض اوقات که اون کسایی که میدیدیم که مثلا لکای سفید داره به حد جگرخون میشدم، ولی حالی که وقت خبر شدم از این گپ که دکتر صاحب بزرگوار میتونن که اونا را تداوی کنن، باور کنن که ما از خوشحالی قریب است که پرواز کنم. قربانت. خب آجی صاحب قند، دکتر صاحب بزرگوار، این بر ما بگین که امی ازدواجایتان چقدر فرق داشت؟ سال به سال فرق داشت؟ 2 سال فرق داشت؟ چقدر فرق داشت؟ یکیش که از کشور ایران است، او سال 64 کدامشان اول است؟ همون ایرانی اول 64 این تقریبا 40 چند سال می شود. دیگه اینی دومی سال 1381 اینی سومی سال 1397 خب 7 سال پیش. از این 3 تا ازدواج ثمره اولاد چی است؟ از یکی آخری 3 تا دختر دارم به نام اقرا، سوره، عمره. از دومی 3 تا دختر دارم، 1 پسر دارم که پسر در تلویزیون تماشا کردم و از او ایرانی 3 تا پسر بزرگ 36 سال 37 سال. اینه برده ایرانی کرده بوده دوستای عزیز. خب بیا خیر باشه. آجی صاحب بزرگوار خودت نام بگو. همین یک زن است. خدا قبول کنه ما خواست خدا بود و خوشبخت هستم که یک دانه خانم دارم. قربانت. متاسفانه که بیچاره با وجودی که مریض است میگه که زنده باشه، خیر مریض باشه زنده باشه که تونمو در دروازه مواز است. خیلی خوشحال هستم. با ثمر عروسیتان نام خدا 5 بچه 5 دختر. 5 چند میشه؟ 10 تا میشه. 10 تا یک ما بسیار کوشش کردیم که درجه پوره کنیم. 12 تا یک مریض شد دیگه. یعنی منظورتان 12 فقط 2 تا دیگه کم داشتیم خب حال خطا خود دیگه. اگر چی که همین 2 دانم از رو پزگشت شد 12 دیپورت شدن. خب رفت. خب بر ازای حق رفتن؟ البته نه بر ازای حق رفتن، پیش از اینکه بیان همونطور تلفات شد. دور از این اولادای ما باشه دیگه به اصطلاح 12 تا بگیرش. خب 12 تا رو خونه ریکارتش پورا کرده. در خیال تو ما پیش هستم دکتر دفعه شرط بزن این نام خدا از 3 خانم قدر اولاد دارم از یکی. خب تو سن سال تا منمیال 90 چند سال داری؟ ما که اشتکت هستم. فقط فرق بین موازی ده عمر بسیار زیاد باشه 7 سال 8 سال.
یک چیز دیگه میگم، هر دویتا نور چشم ماستیم. تشکر، زنده هر باشید. دویتا نور چشم ما تاج سر ماستیم. زنده باشی، خدا تو را کم فقط این نویره ما میخوایم، ما ارزوی خدا از خداوند نویره میخوایم که شما را یک دقیقه در خوتان دیر نکنه خداوند. شما مهربان هستی، زیادتر خانم دخترها که از مهربانیشون از مردا که زیاد است. قربانتان. تشکر از حسن نظرتان. حالا دکتر صاحب قند میخواهد که یک از فارم شما و از گشتما دیدن کنم، چون وقتم کم است. همون دوستایی که ما شما رو میبینه اونام برشان خسته کن نشود. یعنی اجازه است؟ بله، میریم بخیر، میریم. قربانتان. خب من پیش از این که پیش حرف شما شدم، میخواستم که امو رسم رواج ما افغان ها یک مهمان نوازی است. یک لقمه نان با هم میخوریم، باز بعدش میریم در فارم. حتما. خب با ما باشید هموطنای عزیز، بعد از این در هر هفته یک برنامه با آجی صاحب بزرگوار نور چشم ما و دکتر صاحب بزرگوار نور چشم ما داریم و همیشه خود داشتیم و با ما باشین و فراموش ما نکنین تا برنامه دیگه که با فارم کی میریم؟ گشتم ها. از یادتون نروه، فارم گشتم ها با دکتر صاحب و آجی صاحب اکبر. خب دوستای عزیز، البته ناگفته نمانه که دکتر صاحب گفتن که ما مردم چارکار یک میمان نوازی خاصی داریم که البته اینا خو رفتنی هم هستن به خیر طرف مزار، چون هم یک چیزی که تیار داشتن در خانه نوشی جان کردیم با دکتر صاحب و یک جای خوشبختی هست برای ما و یک لحظه های بسیار خاصی هست در زندگی ما و در برنامه ما. بعد از این البته یک برتان چی بگیم، یک خوشبختی و یک پیام بسیار خوبی هست براتان و نگفته نمانه که دکتر صاحب گفتن که ما فارم گشنم داریم و یک چیز دیگر خب و چپ مرا آجی صاحب اکبر گفتن که از رسپان ها هم هست. رسپان بسیاره نترس تو که بترسی که میترسی چور پیشه دکتر صاحب یک گلاس هم نیست ما که مرا که دکتر صاحب اجازه بده 100 تا ما رو گشتم بسم الله الرحمن. دکتر صاحب یک جگه که چیز کو که بسیار ترسوک است. خب حالا من این اقربا را تعداد بسیار کم است اینجا پیش رود میمانم. 2 تا از این بردار و بیننده ها نشان بده که تو شجاعت یک دختر افغان در مقابل این همه جمعیت بیننده در سراسر دنیا و تو امو شجاعتت نشون بده. 2 تا را نشان بده که هفته دیگه ما ببینیم تو چه کار میکنی. علاقمندای عزیز، من گفتم مطالعه که بعد از یک روشنی و یک شایستگی خاص در زندگی ما میایه و یاری الله پاک که 2 بزرگوار در کنار ما هستن، اینا با ما یک نیروی خاص هستن. یکیش بازی چپم است، یکیش بازی راست. خدا مرگ به ما بده. دکتر صاحب یک دم بردار، اجازه بدهش. بردار، نترس، سکوت نکن، بردار که شجاعت نشون بده. بردار. آفرین آفرین آفرین. بیننده های عزیز، ببینید که شجاعت یک خانم در مقابل چیزهای زننده چقدر اساس هست. ببینید آفرین. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. دومیشه بردار، دومیشه بردار. بردار، دومی را بردار. بردار بردار. شما ببینید، انتظار بکشید تا هفته دیگه ببینید که چقدر گشتما در سر صورتی خانم می باشد که شما بیننده های عزیز نشون بده. ماشاءالله 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 ماشاءالله. خب دوستای عزیز فراموش نکنه، دوستای عزیز فراموش نکنه که 2 تا گشتم زنده البته در دست من هست. البته
یک جرأت باش که خاصی را بیننده ما ها پیدا ببینن که کردیم. این دروغی نباشد. این دروغی نیست، این زنده است و این دست مرا چنگال انداخت. این ببین او یکی را، بیا او یکی را ببین. خب همکار نام خدا نام خدا همشیره. نیامت هم تو نیست ما حال بالکل شجاع شدم. نام خدا همشیره. بیاری حلای پاک و همکاری دکتر صاحب بزرگوار و نام خدا همشیره اکبر نام خدا یک نیروی خاصی به ما دادن. باور کنین علاقمندای عزیز یوتیوب چینل سالار فراموشتان نشوه فالو و سابسکرایب فراموشتان نشوه. تا هفته آینده که ما برنامه‌ای که همراه ازی دوتا داریم این بزرگوارای گوهر نایاب ما البته با ما باشین و چشم برا باشین انتظار باشین. میتونی علاج کنی امیره؟ زای حسیز دل گران قدمون لیدون کوله یادم و نوزی چه بله هفته که دا خود دو دنی ده نه یو دنه ما سره ده یو هم نیامت جان سره ده دری سلور پینزه دنی او یا ما خود اولاره شپک دنی بله هفته که شاید دری زره وی یا سلور زره وی شاید دیر دستی هیجانی برنامه ده بله هفته که 15 زره اجی سگوی 50 زره گران قدمانه لیدون کنه سالار یوتیوب چینل دام لیاده و نوزی گوری خواه چی داد مو پلاس کیم دا کده گرزی خواه و گوری الو دا سنگنی ولی خواه برنامه آخر ته رسیږو د دې کې چې جوړ او صحتمند اوسئ هر ځای کې چې اوسېږئ د الله په عزت او په امان اوسئ مونږ سره اوسئ بله هفته کې او مونږ سره ډاکټر صاحب او حاجي صاحب اکبر بس مونږ سره ده او زموږ ډېرې ښې برنامې مه هېروئ.